اطراف دنیا رو راه گشته دور زنیم چند روز لازم است. روسی سوئیل پاپ یک پیرزنه که اطراف دنیا رو با دویدن دور میزند. اطراف دنیا رو با راهگردی دور زدن چقدر وقت میگیرد نمیدونم، اما دویدن من 1789 روز رو در بر گرفت. در وقت دویدن من 53 جفت کفش رو کهنه کردم. بعد وفات شوهرم برای کارهای خیر به دویدن آغاز کردم و برای این کار خیلی خوشنودم. در حق انسانها، حیوانها و خودم بسیار چیزها آموختم. یکی از تجربه های نافراموش شونده من این در جنگل سیبیریا با گله گرگان روبرو شدم. سیبیریا در روی زمین جای دهشتناک، دیاری افسانوی و زیباگی و خنکی آنجا حکمران. شب در خیمه بودم، ناگهان یک آواز شنیدم. بعد چند لحظه گرگ سرش رو داخل خیمه کرد. دستانی کلان و پشمین و ذره های برفی که در تنش بود مثل الماس می درخشید. بعد با پسش بازگشته رفت. گله گرگان از دور هم باشند مرا تقریبا 10 روز پاییدند، ولی هیچگاه نزدیک شده نتوانسته ضرر ندادند. آن زمان در یادم سخنهایی که گرگان انسانها را محافظت میکند آمد. با آدمانی خیلی مخصوص خوردم در هر جا. در روسیه با آن شخصی دهشت‌آور که در دست تبر به سویم دویده و بعد به من ملایمانه نان دراز کرده بود دچار شدم. نامی او الکسی بود و کندکفانی میکرد. فکر کرده بود که من گرسنه‌ام. در الیاسکا در کوه سفید کودکانی دیدم. پیش از این طبیعت وحشی رو ترک کردن که 1600 کیلومتر بود با من یک هدیه داده بودند. معلم کودکان گفته بود که نام شما رو به یک ستاره دادیم، شبها با اون نگریسته شما رو به یاد میاریم. و در آخر پیروز شدم. اطراف دنیا رو دور زدم. در خانم در بالای یک سنگ 2 ایزی پا موجود است و بین آنها مسافه 32,000 کیلومتر. برای این سوال زیبا تشکر میگویم. اگر یگان خیالی داشته باشید، نوابسته از آن که چی میشود از پس آن خیال روید. به شما موفقیت ها خواهانم. این بود سخنان پیرزن روسی سوئیل پاپ. اینک رسیدیم باز به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای نوبتی موفق و سربلند باشید.